نخست ما میخواهیم که دستگاه روشن بکنیم و اولین کار را که باید انجام بدیم به خاطر کالیبریشن ساختن یا کالیبریشن یا عیارسازی دستگاه نیاز به بفر پیچ داریم. به بفر پیچ ما میتونیم که با این کپی که در خود دستگاه موجود میشه به اندازه که باید فیل شود تا اون خط است. بفر هم که ما میندازیم داخل از این باید انداخته شود تا همین خط بعدا ما کالیبریت میکنیم یا عیار میسازیمش. برای عیارسازی دستگاه یا کالیبریشن ساختن پیچ دستگاه را باید روشن بسازیم. زمانی که سولوشن ما فیل ساختیم بعدا دکمه وسطی را نگه میداریم. یونیت های شما میتونیم که تعیین بکنیم اگر درجه فارنهایت باشه و یا که درجه سانتیگراد باشه. زمانی که دیدیم تمام مسائل از عیار است یا سنسورش کار میده، کاندکتیویتی، پی اچ، تی دی اس، هر کدام از این عیار است یا تنظیمش اینجا هم گفته که بفر باید به اندازه چند باشه، 25 درجه سانتیگراد باشه. الکترو کاندکتیویتی همچنان تی دی اس و یونیت. آتو کالیبریشن اتومات هم ما میتونیم فعال بکنیم آن. بعدا دیدیم که تمام مسائل از این درست است. به صورت کالیبریشن یک بار بطن وسط که زدیم اینجا میخواد از ما پیچ هفته ما اینجا آماده ساختیم. بعد از اینکه دیدیم همون نزدیک شد و یا ای که به مو درجه 7 یا 4 یا 10 بر کدامش نزدیک شد، قسمت بطن وسطی را دوبار میزنیم و این خود به پیچ 7 برابر ساخت. بعدا نوبت پیچ 4 و یا 10 هر کدامش که ما زودتر میتونیم عیار بسازیم یا آماده بسازیم میتونیم که امورا کالیبریت بسازیم. دستگاه رو به این شکل میمونیم و به فر تبدیل میکنیم. بعد از شستشوی دهنه خود دستگاه یا قسمت های لنزش با دستریت واتر باید به صورت دقیق تمام قسمت های ازی شستشو شود. بعد از اینکه ما بفر نکب بعد از شستشو آماده کردیم، مهم نیست بفر 4 باشه و یا 10 باشه و دیگه ما تنظیم کردن ضرورت نداریم. میتونه که هر دویش از زمانی که خودش به مطالعه خود رسید این توقف میکنه. زمانی که توقف کرد خودش میتونیم که دونمو عیار بسازیمش. میبینیم زمانی که نزدیک شد به مو ساحه مشکل نیست. اگر 0.20 یا 0.30 هم باشه مشکل نداره. ما بطن وسطی را دوبار میزنیم بعدا دیگه خودش مطالعه میکنه. 10.01 فعلا ایره رید کرد یا خواند. باز دوباره ما بفر تبدیل میکنیم به بفر 4 چون اینجا درخواست داده یا خواست داده که بفر 4 هم باید کالیبریت شود یا عیار شود. دستگاه رو پس دوباره شستشو میشه، بفر تبدیل میشه. زمانی که بفر 4 هم آماده شد دستگاه رو پس دوباره در حالتی که قبلا عیار شده بود به پیچ 10 7 به شکل میمانیم تا که نزدیک به مطالعه 4 شود. فعلا 2.2 است، 2.6 7 به شکل منتظر میمانیم تا که نزدیک به 4 شود. این همچنان نزدیک شده. دوباره بطن میزنیم تا که ما پیچ 4.1 عیار شد و این کالیبریشن پیچ ما ببینید 4.01 که خود بفر دیگه هست امور مطالعه کردم. حالا دستگاه تبدیل میکنیم یا بفر تبدیل میکنیم به کاندکتیویتی یا تی دی اس که ما فعلا کاندکتیویتی را هم میخواهیم که کالیبریت بکنیم یا عیار بسازیم. نخست برای عیارسازی کاندکتیویتی ما میتونیم که اولا اسکرین لاک بسازیم. این بهتر است و مسئول‌تر است به خاطر از اینکه ما از کالیبریت دوباره نبره. زمانی که لاک دیجا فعال شد میتونیم که میره پرس بگیریم و ایره تبدیل بکنیم به
کاندکتیویتی. زمانی که به کاندکتیویتی رفت قسمت بطن وسطی را اول انلاک میکنیم، پس دوباره بعدا بطن کالیبریشن میزنیم. در اینجا سولوشن هایی که ضرورت داره 12.88 147 و همچنان 413. قسمی که قبلا گفتیم میتونیم که با یک بفر همچنان ما کالیبریت تیار به کالیبریشن رسونیم. بفر را به داخل کپ از این میندازیم و بعدا این کالیبریت میکنیم. این سولوشن 12.88 گرفتیم. قسمی که شما همچنان میبینین در اینجا هر بفر که نیاز داره فلش لایت میزنه. ما هیچ تغییری بر از این نمیاریم، فقط مستقیم به داخل کپ میمونیم. 12.88 سولوشن است و بعد منتظر میمونیم تا که به نزدیک مطالعه ازی برسه. و باید هم حرارت ازی 25 درجه سانتیگراد باشه، ولی مهم نیست، بهتر است که 25 درجه سانتیگراد باشه، چرا که ما عیارسازی ازی به مو دقت درجه مشخص خود برسه. قسمی که در اینجا شما هم میبینین به هر درجه حرارتی که باشه به مو اندازه مطالعه ازی درجه های ازی متفاوت میشه. به مو خاطر درجه 25 فیکس 12.88 میشه، به مو خاطر درجه حرارت باید 25 باشه. بفری که فعلا داخل کپ انداختیم 147 است و تلاش کردیم که درجه حرارت زیر همچنان به 25 درجه سانتیگراد برسونیم و بعدا به داخل کپ وصل میسازیم. کالیبریشن قسمی که قبلا عیار بود به شکل میمونه تا زمانی که به مو درجه مشخص 147 برسه. این زمانی که به 148.6 تقریبا رسیده ما دوباره میزنیمش تا اینکه همون 147 مطالعه بکنه. این شد، تمام شد. این دستگاه کاملا کالیبریت یا عیار شد. تشکر.